سلام و درود دوستان، به کانال ارگ برتر خیلی خوش اومدید. بنده رضا بهزاد هستم، مدیر گروه ارگ برتر. امروز اومدم خدمت شما این رو یاد بدم که چطوری توی ارگ نسخه ویندوز ما یک ستی رو بارگذاری بکنیم روی نسخه ارگمون که روی ویندوز یا همون پیسیمون سوار هستش. ببینید، قبل از این که بریم آموزش رو بپردازیم ممنون میشم لایک کنید، ساب کنید، کانال ما رو دنبال کنید. و دومین موضوع مهم اینه که ما وقتی که این نسخه رو از گوگل دانلود میکنیم و نصبش میکنیم نیازی به خریدن اشتراک VIP نیست، چون نسخه هایی که برای ویندوز عرضه شده به صورت از پیش تعیین شده به صورت VIP هستش و شما میتونید ریتم و ساز رو خیلی راحت بارگذاری بکنید. خیلی خوب، بریم برای ادامه آموزش. ما از گوشه سمت چپ بالا این قسمت رو که میبینید کلیک میکنیم روش و از اینجا میریم اون پوشه‌ای که ما ست رو درش ذخیره کردیم رو انتخاب میکنیم. بنده مثلا در این پوشه قرار دادم. ما با یه بار کلیک کردن روی اون و از اینجا قسمت اوپن میزنیم و صبر میکنیم تا ستمون بالا بیاد. و همینطور که میبینید ست بالا اومده و آماده است و اولین سازش هم که میبینید ارگ برتر و این که میبینیم دمو ازش بشنویم. به همین راحتی ساز بالا اومد و میتونیم با کلیدهای کیبورد خیلی راحت نوازندگیمون رو بهش بپردازیم. اگه میخواید ویدیوهای بیشتری در رابطه با ارگ نسخه ویندوز خدمت شما ارائه بدم، حتما از قسمت کامنت ها به هم بگین. خیلی ممنون. خدا نگهدار.